با تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 12 مارچ شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه این موضوعها را داریم. سازشنامه را امضا کردند اما هنوز به اجرا ندرآمده است. ده‌ها ساکنان ناحیه‌های مختلف تاجیکستان و ازبکستان نتوانستند مرز را عبور کنند. شهر بوستان و شهر خوجند دیگر آدمایی که از گرانس دورتر زندگی میکنند حالی ویاب اجازه نبوده. تاجیکستان روزی مطبوعات را جشن گرفت ولی صاحب رسانه‌ها میگویند از آینده این ساحه خوشبین نیستند. و پیشه خطرناک انتقام برای قتل شوهر زنی را در افغانستان افسر پلیس کرد. فعالیت او کار مردان پلیس را آسان نمود. در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. بعد سازشنامه لغو ویزا برای 30 روز بین پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان که روز 9 مارچ در دوشنبه امضا شد، شماری از ساکنان ناحیه‌های مختلف دو کشور به سوی گذرگاه‌های مرزی شتافتند، ولی طوری معلوم شد دروازه مرزها برای آنها تا هنوز باز نیست. از جمله روز گذشته 10 نفر از نزد گذرگاه مرزی سربند که ناحیه سپیتامین تاجیکستان را با بیکاباد ازبکستان وصل می‌کند ناامید برگشتند. ما نبرات گذشتن ما درگور نشد همون پلاستیک دی. یعنی پاسپورت چی طلب میکنم؟ من اخلاق سرخ طلب کردوسیم. آنی باید پلاستیک. نیلوفر عبداللهیوا با دیدن خویشاوندانش به ازبکستان رفتنی بود، ولی روز 11 مارچ در گذرگاه سربند در ناحیه سپیتامین آنها را پس گرداندند. 10 نفر دیگر نیز زیر باران انتظار گذشتن به کشور همسایه بودند، ولی مرزبانان گفتند که صبر کنند زیرا سازشنامه سفر به ویزای 30 روزه به ازبکستان حکم اجرا نگرفته است. زندگی میکنه همونا به اجازه حالی حاضر بله. شهر بوستان و شهر خوجند دیگر آدمایی که از گرانس دورتر زندگی میکنند حالی ویاب اجازه نبوده. سازشنامه سفر بی‌روادید روز 10 مارچ بین تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. گروهی از مردم با این امید که درهای سرحد باز شده است و اینجا آمدند. مردم ناحیه‌های نزد مرزی از آن طرف و این طرف به مشکل می‌گذرند. از سرحد به آسانی گذشتیم. مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمان بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خویش و تباری ما دوام می‌یابد. امید داریم رفاه و همکاری هایمان قطع نمی‌شوند. ما اصلا به بازار ناحیه شهرک نو آمدیم. به خشان خود نهال بادام هدیه آوردیم. در باغشان میشینانند و ما را یاد میکنند. کار ثواب کردن دو دولت. کار ثواب همه مردم ها و شدن. رحمتی کلا. گذرگاه سربند در ناحیه سپیتامین یکی از 10 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان است که چند پیش باز کردند. ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق دارند 5 روز بدون ویزا به کشور یکدیگر راه کنند. مقامات میگویند سازشنامه سفر به ویزای 30 روزه بعد تصویب در پارلمان‌ها حکم اجرا میگیرد. هنوز سنه دقیق تصویب معلوم نیست. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. در تاجیکستان هم سال 11 مارچ همچون روز مطبوعات یاد می شود. روز شنبه بخشیده به این سنه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به چندی از سردبیران نشریه‌های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در انعکاس موضوعهای مهم سهم بگیرند. ولی صاحب رسانه‌ها میگویند مطبوعات تاجیک امروز دوره مشکل را پشت سر می‌کند، از جمله کمبود دستگیری دولتی، گرانی خراجات تبع و نشر، کم توجه خوانندگان به رشد این بخش مانع بیشتر ایجاد می‌سازد. سازمان‌های بین‌المللی محققی آزادی بیان نیز می‌گویند در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی نظیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 آشوب حاجی حلیم و منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی فضا تغییر یافت.
در همین حال در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی BBC از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خویش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول BBC مقامات جمهوری اسلامی یک معرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راهاندازی کرده است. همکار ما از بخش رادیو فردا هومان عسکری این موضوع را پیگیری دارد. هومان، خود شما زمان کارمند بخش فارسی BBC بودید و وضع را خوب می‌دانید. اصلا ماجرای خبرنگاران BBC با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟ بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در BBC فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 BBC فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009 یعنی همون سال 1388 خورشیدی در ایران با آغاز اعتراضهای خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای BBC فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون BBC فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد BBC میگفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت. یعنی معلوم می شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه BBC تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعت کند؟ در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان BBC، کارمندان سابق و کنونی BBC که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از سوی یکی از کارمندان BBC مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله‌ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلا نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که برای BBC فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها. ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه BBC چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟ ما از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه‌های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت‌هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان BBC مطرح میشه. تشکر از هومان عسکری. ولی اگر شما میل داشتید میتوانید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمانیم. نخست وزیر بریتانیا ترزا می احتمالاً روسیه را برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگئی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته می شود شاید چنین اظهارات امروز بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب را که برای سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چاره‌های احتمالی که بریتانیا می‌اندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزای شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله همراه با دخترش روز 4 مارس در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده است وضع دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحبکاران را مجبور کرده است راه‌های کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قول مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحبکاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحبکاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند. سهراب آی محمدов صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحبکاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. به عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحبکاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنن به خاطر اون که شاید صاحبکار میخواد سود ببینه، نه اینکه ضرر کند. هم میخواهد کارخانه‌اش فعالیت کند، هم میخواهد مثال گپ استیصالات در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحبکار تهمت نمیشه صاحبکار گفته که صاحبکار از مالیات فرار میکنه. کارپوراسیون بین المللی مولوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است 20% درآمد سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه‌های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می‌جویند. یکی از این راه‌ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان میگویند برای جلوگیری از این باید شرایطی مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند. طبیعت خود صاحبکار هم طبیعت فکر میکند که باز هم بیشتر منفیت کلان به دست دارد از بگیم اون اندازهایی که در کدکس انداز نشان داده شده است بیشتر پنهان نماید. عین زمان تا 65% درآمد یک صاحبکار برای انداز می رود. صاحبکاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند. طرف رقابت کردن تونه فروش کردن نمیتوند، البته مالیات جمع دادن میگیرد. انداز به شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک سیستم باید درست کردن در کاری که صاحبکار هم دولت راضی باشد و هم صاحبکار. کمیته انداز تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیات که از صاحبکاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکید که صاحبکاران باور ندارند و مثال میارند که اگر مالیات کم و کار آسان می بود تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمی کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ولایت فرا مرکز اناردره بعد آغاز حمله‌های هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این ناحیه را بازپس گرفتند. طبق گزارش‌ها اداره‌های مرکزی ناحیه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شاکره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شاکره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش را بستاند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. شاکره به کار می رود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها می ماند و به اداره پلیس می رود. کاری را می کند که یک زمان شوهرش می کرد. شوهر من به حیث پلیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پلیس شوم تا توانم پول برای به وای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پلیس شدم. طالبان شوهر شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه‌های امنیتی کار میکند و جلب او کاری افسران دیگر را آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شاکره حذر نمی کنند. در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زنها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند. از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند. وقتهای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیس زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جایهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جایها خدمت می کنند.
البته زن را جنس لطیف میگویند، ولی در مثال شاکره میتوان دید که اگر امنیت اویلا زیر سوال برود، زنان ترس و وهم خود را فراموش کرده و با اصلاح با دندان از فرزندانشان حمایت میکنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اسلحه به دست نگیرند، برنامه امروز را به پایان میرسانیم تا فردا. خدا نگهدار هر یک شما باشد.